از سلبریتی های اینستاگرام میخوایم ببینیم که چی شد که اینا معروف شدن تو ایران، دارن چیکار میکنن، درآمدشون چقدره. و گفتم بوس کنم، برگشت گفت نه هنوز زوده. فرمودم بابا این نه قرآن. باز رفتم در باشم نه هیچکی. گفتم بابا این اسکله، اون در قفله از اون یکی باید بیاد. اینی که گفتی یعنی چی؟ گفتم اما اون 5 نفر بچه خوشگلم ما میبری شب بیلاتون. چرا اول از همه خودتون تو عروسی بودید؟ این دوتا موضوع رو یاد نرگن. اون چیزی که دوست داریم دل مردم رو شاد کنیم. خب بچه امروز در خدمت آقای فرهاد همسرش هستیم و همسرشون از سلبریتی های اینستاگرام میخوایم ببینیم که چی شد که اینا معروف شدن تو ایران، دارن چیکار میکنن، درآمدشون چقدره و چه کارهایی میکنن. بریم پشت زندگی افرادی که در واقع دارن تو ایران سلبریتی هستن، تلاش میکنن تو اینستاگرام، واقعا پشت صحنه زندگی اینا چی میگذره، چطوری زندگی میکنن و از حقیقت زندگی این افراد با خبر بشیم. با من همراه باشید، در ادامه هستیم همراه با فرهاد و همسرش که خودشون الان معرفی میکنن. سلام، قربون شما. فرهاد محمدی هم 30 ساله از تهران، اصالتا هم ترک اردبیلیم. شغلم هم که میدون تراباد تهرانه دیگه. محدث بقیه‌شو میگه. سلام علیکم، محدثم، 19 سالمه و ما اصالتا لوریم و سمت مادرم خوزستانن و پدرم لوره. یه چیزی قاطی شده و منم به وجود اومدم و اینکه بگو دیگه چیز خاصی دیگه میخواد از اول ابتدایش هم بگی. خیلی خوشبختم فرهاد جان، مهندس جان، ممنون که وقت گذاشتین امروز در کنار ما هستین که این مصاحبه رو انجام بدیم. از خودتون بگین چی شد، از کی شروع کردید اینستاگرامو و کجا کلید در واقع معروفیت شما شد، با کدوم کلیپ شما معروف شدین؟ من که حالا از سال 93 حالا یه دونه، یعنی کلا یه دونه عکس از اون پیجم مونده، 110 کا داشتم. خب سال 93 هیچی کار نمیکرد. بعد یه مدت کار کردم با یه فیلمی مثلا حالا تو بالا اومدم، ولی خب کلا گذاشتمش کنار. یه مدتی باز اومدم این پیج رو ساختم، اومدم این کار کردم، بل کردم که زد 6 ماه پیش با محدثه من آشنا شدم. یعنی با محدثه آشنا شدم. من یه فیلمایی تو عروسیام میدیدم، بعد میگفتم این دامادش خنگن، نمیتونم فیلم برداره رو مثلا اذیت کنن، همیشه رکب فیلم برداره رو میخورن. بعد دیگه این مون تو ذهن من، یعنی گفتم روزی که سر عقد باشم این حرفه رو من میزنم. چون فیلم بردار رو میگفت این کار کن اون کار کن، گفتم من بوس کنم. چون فیلم بردار داشت از اون، خب فیلم برداری یه چیزا خب مثل همین تدوینای خودشو داره دیگه، میگه چیکار کن چیکار نکن. بعد گفتم بوس کنم، برگشت گفت نه هنوز زوده. فرمودم بابا این نه قرآن. نه من بوس کنم، نه قرآن نمیخواستم بوس کنم چون همیشه قرآن دست دومادا بود که فیلم برداره میگفتن. این تو ذهن من خیلی مونده بود، یعنی 6 ماه این تو مغز من مونده بود اینو من یه روز اعلام کنم. خدا حالا دیگه قسمت دلیل ازدواجش هم فکر کنم همین. فرهاد چی کار داری میکنی؟ خجالت نمیکشی؟ واکس میزنم چی؟ خجالت داره؟ فقط ازدواج کرد که قرآنه رو بوس کنه ها. خب یعنی از اونجا شما معروف شدین؟ آره دقیقاً فیلم قرآن. حالا تک و توک از بچهای قدیم مثلا، حالا تو اینا که مثلا بلاگر هستن، خب حالا اسم نمیارم ولی بچه‌ای هستن که قدیم میخوان ما رو مثلا منو بشناسن. پیج قبلی تو چی شد؟ از دست دادی؟ چی شد پیج قبلی؟ پیج من دقیقاً هیچ وقت یادم نمیاد. سال 95 بود، 1 یا 2 نصف شب بود. بعد گفتم یه سر به گوشی میدم، یهو دیدم پیجم از گوشی رفت. بعد نگاه کردم عکس‌ها دونه دونه، فیلم‌ها همه چی پاک شد. عرفان نمیدونم آریایی همچین چیزی شد پیج. بعد دیدم کامنت‌ها میگن تو فرهاد نیستی، پیج رو دزدیدی. دیگه به رفیقم گفتم یه عکس بگیر، داشت همون لحظه که چیز میشد پاک میشد دونه دونه، واسم یه عکس همون یادگاری 110 کا واسه من موندی. اون موقع هم سینگل بودم، سینگل روش خورده. عکس موجوده. من پسر خوبی بودم اصلا.
یعنی هر چی زحمت کشیدی به خاطر هک کردن یک نفر دیگه از بین رفت. یعنی خیلی هم چیز کردم خیلی سخته. یعنی هر کاری کردم نشد. یعنی از خودمون عکس گرفتیم، تابلو زدیم این زندان یا آیدین نوشتیم تو کاغذ فرستادیم. یکی از بچه‌ها انگلیس آشنا داشت، هر کاری کرد دیگه نشد دیگه. چی شد شما با هم آشنا شدین؟ از آشناییتتون بگین برام. یه خانومی به اسم دیانا، بچه اصفهانه، خب حالا بچه‌ها میشناسن، با یه آقایی به اسم آرش کار میکنه. قبلا ما هم صحبت کردیم که اگه اومدم تهران باید حالا ان شاءالله کار میگیرم و از این حرفا. دقیقاً یه روز قبلی که مثلا با مهندس آشنا بشم به من پیام داد، گفت من دارم میام سر فیلم برداری. گفتم باشه. قرار بود اصلا یه پسره بیاد واسه ما فیلم برداری کنه. بعد یهو دیدیم یه در رو یکی زد، یه اتاقی بود توی کافه توی انقلاب بودیم به اسم کوچه فکر کنم اول بود. بعد یه 2 تا در داشت اون اتاقی که ما بودیم داشتیم فیلم برداری که منتظر بودیم فیلم برداری. دیدیم آقا ما هم داشتیم یه چرت و پرت میگفتیم، بچه‌ها میخندیدن حوصله‌شون سر نره. بعد یهو دیدم در زدم، ما رفتیم در رو وا کردیم و هیچ من گفتم آجی ما ملت اسکول یکی هم ما رو اسکول کرده فرار کرده. بعد دیگه هیچی، دوباره دیدیم در زدم، باز رفتم در رو وا کردم، نه هیچی. گفتم ماما این اسکوله، اون در قفله، از اون یکی باید بیاد. دقیقا ما همین سلام علیکم اسکول این مرو برودی. بعد دیدم محدث هست. هیچ وقت فکرشو نمی‌کردی؟ آره. بعد ماسکم زده بود، یعنی حساب کن اینجا منو این چشاشو ما دیدیم. بعد یه خاطره ای هم هست، من رفیقم ماشین خریده بود، بعد همون موقع آهنگای پیشرو نمیدونم هیچکس خیلی مد شده بود. یعنی 021 و کلا همه جا مثلا نشون میدادن که مثلا بچه تهرانیم. ما انداختیم جاده چالوس، 5 نفر آدم بودیم، داشتیم جاده چالوس رو میرفتیم. ما هر پلاک تهران رو میدیدیم هی اینجوری میکردیم، هی میگفتیم هی اینجوری میکردیم. بعد دیگه یه زانتیایه رو دیدیم ما، و به زانتیایه من دستمو خیلی بردم بیرون، یعنی موندم من کلا 1.5 متر خدمه 3 متر رفتم بیرون، دستمو جلوی زانتیایه اینجوری کردم. آقا دیگه گازیدیم رفتیم جاده چالوس. خب یکم باریکه، فقط یه تیکش پهن میشه، یعنی بغلاش قشنگ خاکیه. آقا هی ما میرفتیم این زانتیایه ولمون نمیشه، زانتیا بود دیگه، ما میرفتیم نمیشه. به بچه‌ها گفتم آقا اینجوری نمیشه، 2 تا میپرید پایین ماشین سرعت بگیره بریم جلو. بعد دیگه آقا وایستادن جلوی ما دیگه، بعد دیگه وایستادن جلوی ما. بعد یکیشون اومد پایین، گفتم بچه‌ها نگران نش، ما 5 نفریم، شیشه هم دودی بود، ما ندیده بودیم هیچکیو، فقط راننده رو دیدیم ما. بعد ما همین حالا مهندسم داشت میخندید. بعد من گفتم بچه اگه دعوا شد نگران نشه، ما 5 نفریم میذاریم. آقا قدش نمیدونم حدود 1.85 اینا بود. بعد بغلیش هم اومد پایین، یهودی نازید 20 تا از اونم بزرگتره، بلندتر قدش. گفتم بچه ما باز 5 نفریم، مشکل نداره میذاریم، اصلا نترسید. آقا بعدی اومد پایین، مهدی امینیان شاید اینو ببینه بخنده، قدش هم مهدی هم بلندتر. اصلا من موندم. گفتم آقا یهو من گفت اینی که گفتی یعنی چی؟ گفتم اما اون 5 نفر بچه خوشگلم ما میبری شب بیلاتون. یعنی همونجا به قرآن یارو یعنی هیچ وقت یادم نمیاد، دست یکیشون قشنگ قمه بود، یکیشون چیز بود، به خدا حس کردم. بعد به قرآن نوا، خب ما دعوایی نیستیم که، بعد به قرآن دستش یه جور برد پشت، به خدا یه لحظه گفتم واجه این یکی داره کلتو در میاره. یعنی جدی میخواستم بزنن و از حرف ما واقعا ناراحت شده بودن. بعد دیگه هیچ، انقدر خندیدن گفت خدا لعنتت کنه، اومده بودم به قصد کش بزنم، اینجوری به ما کردی. اینجا بود دیگه با محدثه اونجا یه کلی خندیدیم و فیلمامونو گرفتیم. شماره رو که دادم واسه اینکه فیلم‌ها رو بفرسته قسمم خوشش اومده بود. از همون اول به من میگفت حالا شماره منو بزن، میاد بابا من کلا نه به خدا. این محدثه به عنوان نقش یه فیلم بردار اومد توی برنامه تو؟ آره چون کارش عکاسی محدثه.
اصلا قرار نبود این اتفاقا بیفته. بعد من تازه اون روز مامانم پیچونده بودم، بابام پیچونده بودن، همه رو پیچوندم تا بتونم برم اونجا. خب بعد مهندس تو اصلا چی شد که آشنا شدی با فرهاد که خواستی بری فیلم برداری این کار رو انجام بدی؟ من یکی از دوستان بهم پیام داد، گفتش که امروز ما قرار بود یه فیلم بردار ببریم، اون نیومده، تو به خاطر ما بلند شو بیا اینجا فیلمو بگیر، حالا هزینه‌اش هر چی بشه و اینا رو میدیم و اینا. من گفتم خب باشه. من رفتم و بعد دیگه اونجا این اتفاق در زدنه و اینا افتاد و رفتیم تو. اینو دیدم اصلا اولش ازش خوشم نمیومد، اصلا خوشم نمیومد ازش. خب فرهاد تو چی شد یه دفعه از تره بار سر از اینستاگرام در آوردی در کار خودت؟ دوره سوم ابتدایی واسه یه بیمه دانا فکر کنم، نمیدونم یا اشتباه نکنم، اومدن واسه فیلم برداری کلاس ما رو کلا نگه داشت. از همون موقع کلا دوست داشتم معروفیت رو، کلا دوست داشتم، ولی نه به خاطر حالا مثلا بگم درآمدش، نه، دوست داشتم بخندونم، خوشحال کنم دیگران. به خدا الان محدثی میگه چه حوصله‌ای داری، روز چند تا جواب فالوورام میدم. من نمیدونم این چجوری جواب میده. شاید مثلا تو یه روز جواب 100 خورده نفر رو میده، خیلیه. 100 خورده، این میگه 100 خورده، من تو یه روز کمترینم 700 نفر بوده، یعنی جواب میده، وقت میذاره برای همشون، دونه دونه وقت میذاره، نه اینکه یه دونه جواب بده. واقعا جواب همشون میده. 700 نفر مشکلاتشون معمولا چیه؟ با چی میگن؟ یه روز که قشنگ با هم دیگه درد دل کردیم، گفتم هرچی تو دلتونه رو بگید. یه دختری بود سرطان داشت، بعد میگفت اصلا تو این 5-6 سال من یه خنده تو لبام نیومده بود. میگفت خیلی بلاگرها رو دیدم، خیلی مثلا حالا یه چیزی گذاشتن واسهشون پیام فرستادم، مثلا ازشون یه خواسته خواستم مثلا یه کاری کنم من بخندم، این حال من عوض شه. وقتی باهاش داشتم صحبت میکردم، 2 تا خدا کنه پیاماشو حالا پیدا کنم، 2 تا واسهش وایس فرستادم، میگفت الان من احساس میکنم سرطان دیگه ندارم. خیلی مالی بود و طلاق زیاد بود، بعد کسی که دوستش نداشتم مثلا زوری بهش داده بودم بهش مثلا واسه ازدواج. درآمدت چقدر از اینستاگرام میتونی بهمون بگی؟ درآمدی ندارم، چرا دروغ بگم. شاید مثلا من الان تو این 40-50 روز کار کردیم دیگه، دقیقاً بگم شاید مثلا 3-4 تومن از توش در اومده، 3-4 میلیون دقیقاً 3-4 میلیون هم مثلا با پیجایی که مثلا حالا مثلا فیلممون رو خواستیم مثلا کار کردیم تبلیغمون رو گذاشتن، یعنی هرچی از این برنامه اومد. بعد زیادم تو فکر تبلیغات نیستم، بیشتر دل مردانه. دقت کنید تو استوری من مثلا 4-5 روز اصلا تبلیغی نیست، نمیخواد. حالا به قول گفتن خیلی چیزای سختی هم داریم ما، یعنی بگم سختی داریم، خیلی احتیاج داریم، نگه بگم احتیاج نداریم. ما تو همین یه دونه اتاق داریم زندگی میکنیم، من خونه ندارم. نمیگم لازم، آره خونه مادرمه. بعد به قول گفتنی چیزی هم نیست که بگم کسی دلش به حال مثلا من بسازم، نه. اوضاع مالی بابام هم خیلی زیاده، حجره داره، 2 تا خونه اینجا تهران داره، 5 طبقه تو اردبیل ساخته. نه از نظر این که خوب حالا یه شرایطی شده حالا اینجوریه. چرا مستقل نمیشین 2 تایی با هم زندگیتون رو بسازین جداگانه؟ این نیست عروسی که من گرفتم تموم شده. نمیگم نیستا هست، بخوام مثلا حالا تیکه طلایی مثلا وسیله‌ای چیزی بپوشم میتونم، ولی خب میگم حالا به قول گفتنی این شرایط حالا یه سختیشو تحمل کنیم، یه چند ماه حالا بگذره کار کنم. چون شغل من تایمش جوری که برج 7 شروع میشه تا برج 2، یعنی از 2 به این بر تا 2 تا 7، یعنی کار من چیز نیست، من بار نداریم اون تایم. بعد خدایا حالا کاری ندارم و بابام یه آدم زحمت کشیه، حالا واقعا یعنی میگم خودش هم نداری، یعنی الان بگی یه خیلی دوست دارم. بعد به قول گفتنی خود پدرم من از نداری اومد تهران، یعنی الان بگی میگه من چوپون بودم، واقعا هم بودا، ولی خب اومده کار کرده، حالا زحمت کشیده واسه ما جمع کرده، ما هم راحتیم. یه موقعی حالا یه برخوردای پدر و پسر هست، میاد میره، رد میشه میره، آدم یه موقع میگه ولش کن.
چجوری شد پدر خانومتو تو هی بلند میکنی میرقصونی و اینا؟ رابطت خوبه مثل اینکه باش؟ پدر خانومم آره باش، یعنی دقیقاً با خانومم که همون روز فیلم برداری آشنا شدم 2 روز بعد با پدرش آشنا شدم که صبحش اومد پیش من. بعد مهندسی بهش گفت آره مثلا داریم میریم میدون، یه آشنا هست بلاگر و از این حرفا. مثلا حالا تو اون حد نرسه، مثلا نمیدونه بلاگر خیلی باید فالوور باشه بلاگر باشه، حالا به فالوور نیست بلاگر. بعد دیگه اومد و با هم دیگه صحبت کردیم و باهاش رفیق شدیم. واسه حالا خودم بارایی که می‌خواست و نداشتم، از در همسایه واسه اوکی کردم، با هم دیگه رفیق شدیم. بیشتر خیلی بامرامه، یعنی لوتیه، یعنی اصلا احترام و ادبش اوله. بعد بیشتر سوالاتی که از تو اینستاگرام میپرسن چیه؟ چه سوالاتی باعث تحقیق؟ آها این که میگن خیلی شبیه همین، بعد میگم بابا نه غریبی کلا دندونامون شد، بعد میخندیم جفتمون چشمون بسته میشه، بعد میخندم میتونی جیباشو بزنید. راجب ممکن مثلا میپرسن، خب حالا مامانم حالا خب اون یه به خاطر این که مب نداره، چون خونه‌شو داد به داداشم نشست، بعد اومدن یهو اینجا، یعنی اصلا قصد داشتیم بیام اینجا، یهو شد چون داداشم یهو کارهای عروسیش انجام داد که دیگه وقت نشد حالا مثلا مب بخریم، مب نداره. بعد خب چون ما هم اینجا مهمونیم دیگه، خونه مادرم میمونیم فعلا، حالا خونه ای نیست، حالا بخاطر یه شرایط سخت. پس با همه پولات تو عروسی خرج شده، یعنی الان پولی دیگه نداری بخوای مستقل زندگی کنی؟ هرچی تو عروسی رفت. بعد خدایی هم کردم عروسی، حالا نسبت به نمیگم به نسبت به خیلیا، نسبت حالا مثلا به دور اطراف خودمون، حالا عروسی خوب بود، عروسی خوب و بی‌نقص بگید، ولی همه دوست داشتن. چقدر هزینه شد عروسیتون؟ الان یه جوون خود ازدواج کنه چقدر خرجشه؟ حالا به غیر از حالا خونه بخوای اجاره کنی، حالا پول اون بره به کنار، راحت کم کم واسه یه پسر بخواد عروسی رو بگیره بگم 400 خورده‌ای باید پول خرج کنه. پول لباس، آره پول عروس، نه پول آرایش. پسرامون زنده میگیرن. من با 7 میلیون ازدواج کردم 10 سال 11 سال پیش. پول پراید بود. الان خب البته ما 2 تا پول پراید داریم خرج می‌کنیم. بعضی وقتا پول برکت نیست، برکت اون کسی که کنارت باشه آرامش بده. یعنی کار دنیا صد من به چهرت میخوره فرهاد آدم شری باشی، مثل این شرخرای مثلا میدون تره‌وار، یعنی بی وجودتر از خودم نیست اصلا. نه قیافه مهم نیست، یه موقع میبینی حالا آدمایی که هستن یکی بهشون زور میده هر چی بگی آدم قاطی میکنه، خب یه موقعی پیش میاد، ولی کلا به قیافه نیست. خیلی هم میگن چش رنگی ها اینجوری هست، میگفتنش علنا تو صورتم میگن، مثلا میگن آره چش رنگی ها ترسناکن نمیدونم فلان، نه اینجوری نیست. حالا میگم به چهره نیست. حالا من حالا دقیقا نامزدی من روزی بود که 10 سال قبلش من تو کما بودم، یعنی روز نیمه شبانی که نامزدی من بود 10 سال قبلش من تصادف کردم تو کما بودم، دقیقا همون روز نیمه شبان. آره من یه خطایی دارم اینجام، اینه یه دونم اینجامه، حالا بعضی الان که تو اینستا نمیدونم این زیره، حالا چون یه ذره یه خورده ریش داریم اونو معلوم نیست. اینا تو تصادف کردیم با رفیقم. موضوعاتی که تو اینستاگرام میسازی رو از کجا میاری؟ و بعد از عروسی بگو که چرا اول از همه خودتون تو عروسی بودید. این 2 تا موضوع رو یاد نره. الان یادم نبود. ما قبل عروسی عقد کرده بودیم کلا. خب ما اصلا فقط واسه فیلم برداری، چون فیلم حالا قشنگ‌تر شه فلان شه، گفتیم آقا سالن عقدم داشته باشیم،
من بازم اون عقدی که اولین سری داشتیم این تو ذهن من بود، قرآن رو باز نگفتم که اونجا باید تا راحت‌تر می‌شستن، شاید زودتر اصلا جواب می‌گرفتن. حالا قسمت بود به این طرف، یعنی قشنگ 2 ماه طول کشید از عقد ما. قسمت لباس عروسی. بعد دیگه زود رسیدنمونم به این دلیل که باغ اصلا فیلم مردمون، راستش من بگم فیلم مردمون خیلی اذیت کرد. الانم خیلی دنباله که تبلیغش کنم ولی تبلیغش نمیکنم. ما فیلممون رو نگرفتیم. ایبی نداره، میده، باید بده، وظیفه‌شه، چی نده. وظیفه‌شه بده، چی نده. خیلی یعنی هر چیزی که تو ذهن من بود مثلا بگم اونجا بخندن اصلا تو این بادیه نبود. بعد ساقدوشای ما خب رفیقای من بود اومده بودن، نذاش بیاد پیش ما که دوره هم باشیم 4 تا مثلا حرف بزنیم. سری فیلم‌های ما رو گرفت دیگه. یه تایمی شد که بعد زود میرسیدیم تالار. آقا اومدیم فقط یه دونه هم آقا سعید رو دیدم، پدر خانومم، اونو دیدیم و بعد دیگه رفتیم بالا. دیگه ساقدوشا اومدن. من گفتم هیچکی نمیاد. بعد ما اصلا یه جور دیگه شدن، گفتم هیچکی نیست. بعد دیگه رفتیم اون اتاقی که خودمون که قرار مثلا وی آی پی بشینیم، همون دیگه یه دونه استوری گرفتم. شانس من اون رو سیوش نکردم، اصلا من سیوش نکرده بودم، استوری گذاشتم. بعد رفتم تو خود استوریات، بعد تو هایلایت هم گذاشتم اونجا، سیو کردم، بعد پستش کردم اون موقع. بعد قرآن اونو پستش کردم. بعد دیگه یه هفته گذشت از این داستان همین عروسی، بعد دیدم آقا هر کی ما رو میبینه میگه بده عین این فیلم تماس هست، میگه بده بزنیم. ما رو میبینم میگه بده بوس کنیم. یعنی چی شده بده بوس کنیم؟ بعد دیگه فهمیدم آقا این فیلم قرآنه کلا پخش شده. خانمم رفت واسه میکاپ، واسه یه دونه سالن آرایشگاه. بعد همون سالن واسه عروسیمون همون سالن بردن، خدا وکیلی کارش خوبه. بعد روز همین میکاپش یه میکاپی زده بود واسه مدل جدید که مثلا حالا به قول گفتنی بندازه رو بورس، که جواب نداد. مثلا خیلی صبح بخوان کردم، صبحش قشنگتر از اون میکاپ بود. خودش هم پشیمون شده بود. بعد دیگه مهندس لباس عروس رو پوشید، میکاپ کردیم. من رفتم مدل لباسامو پوشیدیم. به رفیقم گفتم بریم باغ، بریم با هم دیگه یه ذره فیلم بگیریم، حالا مثلا یه چیزی کنیم. همین که داشت فیلم میگیره من چرت و پرتا رو میگفتم، همین نگاه میام قشنگ شد آقا این بفرستیم بره اینا. بعد جلوی همون سالن آرایشگاه که رفته بودم مثلا واسه همین دنبالش، قرار یه فیلمی بگیرم که حالا یه خوشحالی شد و مثلا تشکر کنم چرا قشنگ شدن. بعد کلا حرفام عوض شد تو فیلم. اون یه چیز دیگه گفت و بگو من یه چیز دیگه گفت. عروس خانوم عزیزم یه شوقه. نه خانم صبح پا میشم اما این شکلی نیست. از تو نمیشه قافش منو دیوونه کرده. بعد دیدیم همین صحنه قشنگه. بعد دیگه همینو پستش کردیم که فکر کنم تو عرض 2 روز هلاشه بگم شاید 25 میلیون ویو خورده تو پیجای مختلف. در واقع هیچ وقت نرفته که بخواد برگرده. الان هم اینجاست، عین بز داره نگاه میکنه. سلام کن خاله ها عموها ببیننت. جنس هم صادر میکنید به کشورهای دیگه مثل ترکیه؟ مثلا من دیدم هندونه میارن توی ترکیه از ایران. نه من کلا سیب زمینی پیازم. تو کار سیب زمینی پیاز. آره کلا سیب زمینی پیازه. یعنی قهر کنم میره بالا دیگه، مراقب باشن مردم. دلمو نشکنید، فالو کنید. من یه خاصی بگم، من اصلا شاید بگم آره الکی مثلا این حرفو میزنم بعدن که به جای میرسن دیگه جواب مردمو نمیدن. فقط دوست دارم تنها چیزی که پیش بیاد معروف شم، همینو میخوام. به فکر درآمدش نیستم، اصلا واسم مهم نیست.
یعنی ما با مؤسسه قرار شده از این به بعد تبلیغات اون، حالا با اینکه خودمون شرایط سختی داریم، قرار شده یه تبلیغاتی یه هزینه‌ایشو بذاریم کنار واسه بچهای کار، یا اگه تونستیم واسه یه سالمندا بریم، اگه شد حالا تونستیم هر چیزی به خیره استفاده کنیم واسه اونا. با اینکه خودمون خیلی مشکلات داریم، یکی هم پیدا شه ان شاءالله دست ما رو بگیره، اون چیزی که دوست داریم دل مردم رو شاد کنیم. امیدوارم که موفق باشی فرهاد جان در کنار همسرت و هر چی که میخوای خداوند اگر صلاح میدونه واسات انجام بده، بهترین ها واسات رقم بخوره. همینطور برای محدثه جان. خیلی ممنون که وقت گذاشتید تو این برنامه شرکت کردید. قربون شما، فداتون شم. ان شاءالله شما هم هر جا هستید خوش باشید. مرسی که به فکر اون بودی. خب من خودم دوبار به یکی درخواست دادم، گفتم بیاد مثلا چون اینجوری پخش شده حرفمون تو اینستاگرام خیلی خوبه واسه ما هم یه چیز خوبیه، حداقل 2 تا پله ما رو جلو میندازه. مرسی که شما این کارو واسه ما کردی، یعنی پیشنهاد خیلی قشنگی بود. ان شاءالله که هر جا هستید خوش باشید، شما هم دستتون درد نکنه. خواهش می‌کنم، وظیفه بود. پیجتون رو هم این پایین میذارم که بچه‌ها اگر خواستن دنبالتون کنن، فالوتون کنن. از اینکه وقت گذاشتین مرسی. خداحافظتون.